درودی گرم و جوشانی ما را بپذیرید. همزبانان همزمان دور و نزدیک، هواداران کلام ناب فارسی دره تاجیکی، اکنون آمدیم به گفتار 26 شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی، داستان رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن. برفتند و هر سه بیاراستند، ابا خویشتن موبدان خواستند. کشیدند با لشکری چون سپهر، همه نامداران خورشید چهر. چو از آمدنشان شد آگاه پسر، بیاراست لشکر چو پری تذر. فرستادشان لشکری گنج خویش، چی بیگانه فرزانگان و چی خویش. شدند این سه پرمایه اندر یمن، برون آمدند از یمن مرد و زن. همه گوهر و زعفران ریختند، همه مشک با می برآمیختند. همه یال اسپان پر از مشک و می، پراکنده دینار در زیر پی. یکی کاخ آراسته چون بهشت، همه از زر و سیم افکنده خیشت. به دیبای رومی بیاراسته، چی مایه بدو اندرون خواسته. فرود آورید اندران کاخشان، چی شب روز شد کرد گستاخشان. سه دختر چنان چون فریدون بگفت، سپهبد برون آورید از نهفت. به دیدار هر سه چو تابنده ماه، نشایسته کردن بدیشان نگاه. نشستند هر سه بران هم نشان، که گفتش فریدون به گردن کشان. از این سه گرانمایه پرسید مه، که از این سه ستاره کدام است که. میانه کدام است و مهتر کدام، بباید بر این گونه تان برد نام. بگفتند زان گونه کاموختند، سبک چشم نیرنگ بردوختند. شگفتی فرو ماند سروی یمن، همیدون دلیران آن انجمن. بدانست شاه گرانمایه زود، که از آمیختن رنگ نایدش سود. چنین گفت آره همین است زه، که هین را به که داد و مه را به مه. بدانگه که پیوسته شد کارشان، به هم در کشیدند بازارشان. سه افسرور از پیش سه تاجور، رخانشان پر از خیل ز شرم پدر. سوی خانه رفتند با ناز و شرم، پر از رنگ رخ لب پر آواز نر.